این همون ترفند خارق‌العاده‌ایه که گوشت یخزده رو فقط توی 5 دقیقه آب میکنه. گوشت کاملا یخزده است، ولی دیگه لازم نیست ساعتها براش صبر کنی. 1 کاسه آب گرم آماده کن، دقت کن گرم باشه، داغ نباشه. 2 قاشق غذاخوری سرکه اضافه کن. سرکه روند یخزدایی را تسریع میبخشه. بعدش 1 قاشق غذاخوری نمک بریز و کامل هم بزن تا حل بشه. حالا گوشت رو توی 1 کیسه زیپدار یا پلاستیک دولایه بذار و خوب ببند تا آب داخلش نفوذ نکنه. بعد این کیسه رو توی محلول آب گرم قرار بده. فقط 5 دقیقه بعد کیسه رو در بیار و باز کن. گوشت کاملا آب شده بدون حتی 1 ذره یخ. دیگه لازم نیست اگه یادت رفت گوشت رو زودتر از فریزر در بیاری نگرانش باشی. این ترفند سریع، آسون و بی خطره. اگه برات کاربردی بود ذخیرش کن و بفرست برای دوستات. پیج رو هم دنبال کن برای دسترسی به ترفندهای بیشتر.